سلام علیکم بچه‌ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز آمدیم فری فایر، آمدیم این اسکیم مشته رو بگیریم. جدید اومده اسم مشت لولی واسه دعوا و جنگ. دو تاشم زدم. مشت لولی بریم بزنیم ببینیم اون میدی یا نه. برو بریم آقا. اصلا نمیخوام باگ ماگم، نه چی میگم، اون مال این حرفا نیستیم. با دو کاراکتر گایا ما مال این حرفا فقط حرف میزنی. برو کاراکتر نوبی بردار. من هنوز به این ایده قدیمی امید دارم، بهش نمیشه چرا از اینجا بود بردار. من هنوز به این امید، به این ایده قدیمی چیز دارم. چیز دیگه ایمان. بودو نتو نگاه چی آمده. من اینا رو نگرفتم. بلوفای این کاراکتر جدیدن هم بعدش رو تست بکنیم چجوری. آقا رنگش هم باید سیاه بشه. نه اینو بریم بزنیم. بسم الله. چه تا مثلا اگه تو اسپین آخر نری و اسپین یکی مونده و آخر هم بری، خیلی دوست دارم. اون یکی آخر فشار داره، این یکی آخر فشار داره. تو همین بده جون احمد، تو همین بده. یه ایده قدیمی تر، لاکی رویال. یه لاکی رویال میزنیم، میایم اینجا بود مثلا یکم روش کلیک. از این حرکت های قدیمی نوبانه. ای تو افتین زندگی باید اسپین آخر باز بگیرمش. ندارم بناس باز رفته اسپین آخر فشار چیه. فشار چیه. با آپگرید هم میتونم بزنمش. لول 2 میره. لول 2 چیا داره؟ لول 2 شام آقا 40 تا بیشن. با لول 2 هم ببریمش. بقیهش دیگه آقا من لول 2 برده، این چرا نرفت؟ آها الان رفت. لول 3 80 تا میخواد انشاءالله در آینده های نزدیک. باشی بالا از این کاراکتر جدیده رو همین تست بکنم باش. این کاراکتر جدید خوشگله. با این آبیه بریم آبی باش. کاراکتر جدیدش خوشگله، قیافش هاش. بعدین تست وای بیا بیرون بیا بیرون. نمیدونم مثلا قابلیتش چیه، تازه همین الان اومدم. نمیدونم چی به چی، یعنی تست نکردم رفتم تو بازی ببینم چه جوری. برو. اکانت اسکریمش نمیشه چی داره که میگی اسکریمش هم نداره. اکانت چی نداره، همینجوری دارم فقط چرت و پرت موسم چی نگونه. نه واجب بری. چرا رنگ استارت کردم با اینم لگم بعد جورم لگم. برو بمیر دیگه داشت من نزنی. ای بابا نگاه یه یو اس بی معمولی زدم. یو اس بی چیه آجی؟ بدم لگم. کاش چیز میاره یکم پایین تر. بزن اینو بزن بنازم. این وای فینیش شد بازم. فینیش نشد کیلم. خیلی لگم نمیتونم بازی کنم. یس بکنم رو 20 ده 30 تا. اوه 30 تا. نه 30 تا وقتی که وایسادیم. وقتی که حرکت میکنی از 30 تا میاد با تکون میخورن. 30 تا در حالت عادیشه. نه رو 30 تا گیر کرد. همین 30 تا رو من بده، من اون 30 تا راضیم. کیفیت ببینم
آوردم روی که بالا کش روی استاندارد در حقیقت بلیم 60 تا میداد. من این کاراکتر رو تست کنم. مثلا نگاه نشون پشم شنیده بودم ولی خیلی چیز خوبیه. خب بره من نمیتونم اینم روش قفل نمیکنه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. آجی اینم کلا رد میخوره من نمیتونم. نگاه آجی نگاه من چقدر نوب. کاراکترها جدید چیه؟ کاراکتر جدید هم کاراکتر شیلد میل بینزنی ناحقیه و خدا کاراکتر شیلد اینا فکر کنم همشون همین کاراکتر رزن همشون اسپیدن. آجی باخت میاره کاش رنگ استفاده. رنگ ماشاءالله انقدر بالای تاثیر داره تو رنگ اگه من باخت بدم الان. طرف ویسمس خریده و 190 تا بیشتر نشد توفنی زندگی. اصلا نگاه اینو میزنی از جا میگه که داره از جا منو سرویس کرد. داشت کی تو میخوای در جا بمیری؟ من اینو هر بار من اینو زدم فقط خورد 190 تا 190 تا و فینیش شنیده من اسکواد تمام شه. یه نفر اون رو بک داد. واجی اینو نگاه یا ابوالفضل خدا زد. خیلی مالی اون کاراکتر این بنده خدا رو ببینیم چی جوری نیم بابا به نازم چیز داره این دختری چیه وستش هم فول این کاراکتر دختری که به شیلدن میره رو داره. نمیدونم والا چه حاجتیه این چی بخریم این اول که نه ول کنم ببینیم چی بخریم بس آخره یارا رو نگاه فقط توی خدا یکی هم نگرفتی آقا در اقل دمیج بده 300 تا دمیج چی خجالت نمیکشی. منم نوع سگ نمیتونم اینا رو بزنم باش نرو داخل کجاست یکی من آجی که بالای ریدم آجی ریدم قشنگ ریدم اون یو ام پی اصلا ایدی میمونه با ایم کابل یو ام پی میره 2 متر بالاتر. کاراکترم آجی چیز خفنی بود خوش آمد کاراکتر خوبی بود. ولی خب به درد نمیخوره بازم کنگ و اسپید ازش بهتر. آقا دمتون گرم مرسی که تاشو تماشا کردین عشق منی بوس تو کلتون بای بای.